قدیمی‌ها راست میگفتن که اگه میخوای عزیز باشی یا باید خیلی دور باشی یا توی گور باشی. خواستم بهت بگم آدما این روزا بیشتر قبر شناسن تا قدر شناس، چون تا وقتی زنده‌ای یه شاخه گلم بهت نمیدن، اما وقتی میمیری همین آدما کل قبرتو گلبارون میکنن. اینجاست که شاعر میگه زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود. قدیمی‌ها راست میگفتن که اگه میخوای عزیز باشی یا باید خیلی دور باشی